سلام دوستان، من سید علی ابراهیمی هستم و امروز اومدم داخل این ویدیو بهتون نحوه ساخت ربات تلگرام بگیرم بهتون آموزش بدم. قبل از شروع ممنون میشم که همین الان بزنید پست لایک بکنید و این ویدیو هم برای دوستات بفرستید و این کارت از کانال خودت حمایت بکنید. سریع میرم سر اصل ماجرا، دیگه زیاد وقتتون رو نمیگیرم. ببینید ساخت ربات به دو بخش تقسیم میشه. یکی اینکه آقا شما بگیرید چطور یک رباتی رو داخل تلگرام بگیرید، ثبت بکنید و بسازید و آیدی بگیرید، براش پروفایل بذارید و غیره. خب اینجا شما داخل این ویدیو میخوایم این بخشش رو بگیریم آموزش بدیم. اما مرحله دومش اینه که شما بعد اینکه ربات رو ساختی وصلش بکنید به یک سروری و در واقع میشه گفت بهش روح بدی، بهش جون بدی به این ربات. خب که اینو ما داخل این ویدیو نمیخوایم توضیح بدیم، اما اگه داخل کامنت تعداد درخواست زیاد شد ویدیو اینا میگیرم میسازم، بهترین سرورها رو میگیرم معرفی میکنم و میگم که چطور میتونیم بگیرین یک ربات بسازیم و یک سرور وصل بکنیم بهش، در واقع خودتون میتونید کامل 0 رو انجام بدین. اما اگه میخواین یک ربات بگیریم بسازین کافیه که وارد تلگرامتون بشین با اکانت خودتون، داخل اون سرچ بالا سرچ بکنید بات فادر. خب ادساین بات فادر هم بنویسین، داخل سیو مسیج خودتون بزنین روش باز میشه. تیکابی داره رباتش، میزنین روش و راه اندازی مجدد رو میگیرین میزنین. اینجا از بین گزینه‌های بالا ببینید چه کلی دستور داره. خب اگه نمیدونید اینا چیه کافی بزنید رو خود پیام نوشته ترجمه، میزنید روش، اینو میگیره به زبان فارسی قشنگ براتون اینجا ترجمه میکنه، یا میتونید از مترجم گوگل هم استفاده بکنید، فرقی نداره. حالا خلاصه ما اول کار با این دو دستور بالا کار داریم. خب نیو بات میزنید رو نیو بات، اینجا داره میگه آقا اسم ربات چی باشه، مثلا من اینجا میزنم SAE22. خب بعد داره میگه آقا آیدیش چی باشه، آیدیش باید حتما آخرش با حرف بات تموم بشه، BOT. خب حالا یا میتونی بنویسی ربات یا میتونی بنویسی بات خالی، مثلا من میزنم SAE22 IR بات. خب اینو میگیرم میفرستم، داره میگه آقا ربات ساخته شد، اینم توکنشه. خب حالا باید بریم چیکار کنیم؟ ربات رو بگیریم ادیت بکنیم. چطور ربات رو بگیریم ادیت بکنیم؟ برای این موضوع شما این بالا یه دستور داریم به اسم مای بات، میزنید رو این و اینجا کل ربات هایی که داری رو میگیره بهت نشون میده. خب مثلا من الان اینجا یه ربات دارم SAE22 IR بات. خب یا مثلا اینجا ربات قبلا ساخته بودم، اینو میزنم روش و اینجا میتونید بگین ربات رو ادیت بکنید. این سری تنظیمات مخصوص همین ربات اینجا، مثلا اینجا داده آقا API توکن. خب API توکن که بزنین توکن ربات شما رو میگیره بهتون اینجا نشون میده توکن ربات چیه. شما برای اینکه بگیریم به رباتتون جون بدین باید وصلش بکنیم به سرور دیگه. خب با استفاده از این کدی که این پایین زده میتونید بگین اینو وصلش بکنیم به یک ربات، مثل در واقع یوزر پسورد ربات شما میمونه یک کلام، اینو نباید به هیچ کسی بدین، فقط وصلش میکنیم به ربات و فقط وصلش میکنیم به سرور و در واقع میشه ربات شما جون پیدا میکنه. خب حالا این داخل ویدیوی بعدی اگه درخواست میتونم اونجا بگیرم بیشتر توضیح بدم. داخل بخش ادیت بات شما میتونید بگین از طریق ادیت نیم نام ربات رو تغییر بدین، چیزی که این بالا می‌نویسیم مثلا این بات فادر. الان از بخش ادیت بات میتونید بگیرید در واقع خود بیوگرافی رباتتون رو تغییر بدین، همونجوری که داخل پروفایل مثلا باز می‌کنید اینجا می‌نویسه مثلا اینجا. خب از این بخش ادیت دیسکریپشن و ادیت دیسکریپشن پیکچر میتونید بگین متن بالا رو تغییر بدین، مثلا اینجا نگاه کنید نوشته این ربات چه کار می‌کند، اینجا توی دیسکریپشن کوتاهی نوشته. خب اگه روی این ادیت دیسکریپشن بزنم متن اینجا نمایش میده، اگه بزنم روی ادیت دیسکریپشن پیکچر میتونین گیف یا عکس بگیرید این بالا قرار بدین. خب حالا این بسته به خودتون در واقع. از بخش ادیت بات پیک میتونین عکس ربات رو بگیرین تغییر بدین، یعنی عکس پروفایل ربات. خب از بخش ادیت کاماند هم میتونین بگیرین در واقع دستوراتی برای ربات بگیرین تعریف کنین. مثلا من اینجا سرچ میکنم تایپ میکنم اسلش، ببینید کلی اینجا دستور میاره. خب اگه میخواین ربات شما هم همین دستوراتی داشته باشه اینجا باید بگیرین در واقع تعریف بکنین دستور براش. حالا من زیاد توضیح نمیدم، میرم سر بخش بعدی. از بخش بات ستینگ میتونید این سری دستورات شخصیت شده یک ربات رو بگیرید انجام بدید، مثلا داخل گروه بشه اد کرد یا نه، داخل کانال بشه ادمینش کرد یا نه و یه سری قوانین این چنینی در واقع. از بخش دلیت بات هم طبیعتا میشه ربات رو گرفت پاک کرد کلا و از بخش ترانسفر اونرشیپ هم طبیعتا میتونید بگیرین مالکیت ربات رو به یک شخص دیگه تغییر بدین. امیدوارم این ویدیو براتون مفید و جذاب و کاربردی بوده باشه. ممنون میشم قبل رفتن همین الان این پست رو لایک بکنید و این ویدیو هم برای دوستات بفرستید. با این کارت از کانال خودت حمایت بکنید و داخل کامنت ها بهم بگید که آقا میخوای در مورد وصل کردن ربات به یک سرور رایگان هم ویدیو بسازم یا نه، تا من بگیرم بدونم اگه تعداد درخواست زیاد بود در مورد اونم حتما یک ویدیو بسازم. روز خوش.